عبدالقیوم زازای از نظامیان کارکشته دولت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین کشور بود و از سالها به این سو در ریاست امنیت ملی چون مدیر اپراسیون قطعه 909 این ریاست کار میکرد. او بامداد روز چهارشنبه با پسرش هنگامی ترور شدند که به سوی کار میرفتند. این حکومت هیچ چیزی نشد، هیچ مشکل مردم حل نکرد، نه صلح آورد نه امنیت آورد، هیچ چیزی برای مردم خدمت نکرد. هر شب یک دکان میزنه دو سه سنه دو سه روز میشه که دکان ما را زده بود، مکمل کل هر چیزش برده بود. نزدیکان عبدالقیوم زازای میگویند که پسر او محمد فهیم هم در این رویداد جان باخته است. او از افسران وزارت دفاع ملی بود و تنها 1 سال میشد که سند کارشناسی ارشدش را در بخش انجینری نظامی از ترکیه گرفته بود. کله چې دوی وطن ته بیرته راوګرځل د دې په نیت راوګرځل چې دې وطن ته د خدمت جوګه شي، خو په هر حال دغه وضعیت هیچ چاته د منلو وړ نه ده. وقتی که یک منصبدار به بسیار زحمات میخواهد که تمام جان و خون وطن از اولاد خود تیر میشد به خاطر نمی ملت، به خاطر نمی دولت، و دولت هم باید بازپرس از این کنه. با آنکه پلیس میگوید این نخستین ترور هدفمندانه کارمندان دولتی در 3 ماه گذشته در این محل بوده، اما باشندگان این محل میگویند که ترورهای هدفمندانه و دزدیهای مسلحانه در این بخش کابل همواره قربانی میگیرند. شب گذشته نیز دزدان تفنگدار در بگرامی کابل جان 1 تن را گرفتند و 2 تن دیگر را زخمی کردند. باشندگان محل میگویند که این دزدان سوار بر موتر مسافربری شده بودند. دا خو داسې نشي کولی چې په ټول افغانستان کې کوڅه په کوڅه کور په کور امنیت پولیس اردو یو دانه پیرادار ودرېږي. دا خو داسې نشي کېدی. صحیح ده؟ نو د موږ همکاري ورسره نشته. هرچند حکومت طالبان را در پشت این قتل‌های هدفمندانه می‌داند، اما طالبان این گفته‌ها را رد می‌کنند. نیروهای امنیتی و پلیس با تمام قوت و اراده تلاش میکنه که فاعلین ترورهای هدفمند به گونه کامل دستگیر و بازداشت شوند. در روزهای پسین بیشتر قربانیان ترورهای هدفمندانه و انفجارهای ماین‌های مغناطیسی در کابل کارمندان دولتی، نظامیان و فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری هستند.